من از تهران تماس میگیرم. بعد من توی این درگیری‌های تهران دستگیر شدم. تقریبا حدود 2 هفته من بازداشت بودم. داخل بازداشتگاه از هر نوع شکنجه‌ای که شما فکرشو بکنید انجام میشد، چه شکنجه‌های بدنی و چه روحی. از اینکه ما رو با باتون تا دل میخواد میزدن. ضرب و شتم خیلی زیاد بود. شبا از ترس و توهم حتی نمیتونستیم چشمامون رو ببندیم. طوری بود که تقریبا میشه گفت من تو سلولی که بودم 2 تا دختر دیگه هم با من بودن. ما شبا از ترس حتی نمیتونستیم دسته همدیگه رو ول کنیم. میتونم بگم اتفاق خیلی بگید اگه ممکن هست بیشتر توضیح بدید در مورد چه شکنجه هایی شدید. اتفاق خیلی بدی که اون تو برای من به سخت افتادیم بود که من تقریبا 10 تا الی 11 دفعه آزار جنسی شدم. این بدترین شکنجه بود که هم برای جسم من بود هم برای روح من. و